کارش انجام بده، بهره‌شو ببره. کسی که نگاهش نگاه امانتداریه با خودش فکر میکنه من چه کار بکنم که همسر من بیشترین بهره رو ببره. نمیگه من باید بهره ببرم، من چیکار کنم این سفر به اون خوش بگذره. خیلی وقتا بین اینا رابطه وجود داره. یه ذره خواهش میکنم بیشتر گوش بدید. ببینید وقتی انسان رشد پیدا میکنه در نگاه امانتداری، بین رفتارش و خواسته رابطه وجود داره. تصور می‌فرمایید مثلا یه بچه 2 ساله اینجا می‌بینی اونجا کنار اون در دراز کشیده، لگدو گرفته به در میزنه. میگه چرا گریه میکنی به در لگد میزنی؟ باز بیشتر میزنه. میگه مثلا ساندویچ میخوای برات بیارم؟ بیشتر لگد میزنه. میگه آب میخوای بهت بدم؟ بیشتر لگد میزنه. میگه مثلا یه دونه چیپس بهت بدم؟ میبینی آروم شد. بعد شما میفهمی اوه این به در لگد میزده چون چی میخواسته؟ بگی ولی نمیتونسته اینو بگه. یعنی بین خواستش که چیپس بوده حواستون به منه و رفتارش که لگد به در میزنه هیچ رابطه‌ای وجود نداره. چرا؟ چون کودکه. حالا دقت کنید چی؟ شما داری میری مسافرت. داری میری مسافرت که چی بشه که بهت خوش بگذره. قبول داری؟ خواستت اینه که بری مسافرت بهت خوش بگذره. تو ماشین نشستی شروع میکنی مثلا میگه چایی بریز، میگه غم یادم رفت. ای بابا تو هم که همیشه غم یادت میره دعوا رو شروع میکنی. آیا وقتی دعوا میکنی تو رو به اون خواسته که خوش گذشتن بوده نزدیک میکنه یا دور؟ جواب بدید. دور. ببین وقتی تو این کارو میکنی تفاوتت با اون بچه در چیه؟ شما میری مدرسه بهت میگن آقا این بچه تو ریاضیش ضعیفه. خب برای اینکه ریاضیش قوی بشه باید چیکار بکنی؟ یا معلم بگیری، یا خودت کار کنی باش، یا کتاب کمک درسی بگیری، یا دست از این کارا دیگه. بعد میاد خونه، ای خاک بر اون سرت، ای بیشعور، آقا ما رو بردی. آیا اینا کمکی میکنه؟ این رفتارات رو به اون خواسته میرسونه؟ نه دیگه. این وقتی شما نگاهت مالکیتی باشه بین خواستت و رفتارت فاصله وجود داره. حالا شما تو دلت بخواد آدم میبینی که خواستشون میخوان خوب زندگی کنن، میگه تو زندگی من چیزی زیادی نمیخوام، یه ذره آرامش. غافل از این که آرامشی در زندگی وجود نداره اصلا، ولی یه رفتارهایی هم میکنه که همین یه ذره آرامش رو هم به هم میزنه. حالا شما حق دارید که از من بپرسید که آقای رستمی اوکی ما تو حالا فهمیدیم چی گفتی، فهمیدیم که 2 جور نگاه وجود داره به زندگی، 2 جور فلسفه به زندگی وجود داره، یه جور مالکیتیه، یه جور امانتداریه. حالا به ما بگو خیلی روشن ما چجوری از این نگاه مالکیتی به سمت نگاه امانتداری حرکت کنیم؟ موافقین به شما بگم؟ پس یه صلوات بفرست. اولین اتفاقی که باید بیفته که فوق‌العاده مهم است رابطه است. یه پژوهشی وجود داره تو دنیا مشهور به پژوهش هاروارد آقای دکتر فیلیسی. 2023 نتیجهش منتشر شده سال 1938. اولین بار این پژوهش 85 سال قبل استارت شد تو دانشگاه هاروارد. میشه سال 1316. هنوز پدرای شما هم به دنیا نیامده بودن. 1316 شمسی آقای فهمی‌پور این مطالعه رو استارت می‌زنه. سوال چی بوده؟ سوال این بوده که آدم‌ها چجوری احساس خوشبختی می‌کنن؟ خوشبختی در چیه؟ سوال این بوده. بالاخره قرآن و متون دینی و نمیدونم فلان تورات و عجیب این سوال جواب دادن. فلسفه به این سوال قبلا جواب داده، ولی علم تا حالا به این سوال جواب نداده. یعنی ساینس، علم تجربی به این سوال جواب نداده. سوال این 700 تا آدم گرفتن، 700 تا نوجوان 14 ساله. مثلا کندی جزوی که از این بچه‌ها بوده که بعداً رئیس جمهور آمریکا میشه. تو نمونه مطالعه هست. 700 تا میگیرن، نصف میذارن این ور، نصف این ور. نصفی این ور از کسانی انتخاب میکنن که پدراشون تو دانشگاه هاروارد درس می‌خوندن، حقوقدان بودن، شرکت داشتن، سال
$50,000 درآمد داشتن. نصف از اینا، نصف میرن نمیدونم از بوستون و از حاشیه شهر رو که سالی $15,000 درآمد دارن، وضع اقتصادی خرابه، موقعیت اجتماعی ندارن. مطالعه در واقع اینجوری بوده که تمام جزئیات اینا رو مطالعه میکنن، آزمایش میگیرن، قد، وزن، تغذیه، مصاحبه‌های طولانی، تست‌های طولانی، 85 سال مطالعه. 2023 اولین نتیجه رو منتشر میکنن، تو ایران هم چاپ شده، ترجمه شده. یعنی 2 سال قبل نتیجهش میاد بیرون. یا تو میخواد بدونی چی باعث خوشبختی میشده؟ آمدن بررسی کردن، دیدن موقعیت اجتماعی هیچ تأثیری نداره. دیدن تو اینا که وضعیت اقتصادی خیلی بالایی دارن همه بدبخت وجود داره که تو اینا که پول ندارن و موقعیت اجتماعیشون پایینه. دیدن تو اینا که اقتصاد فقیر دارن همه طلاق وجود داره که تو اینا که این وضعیت رو ندارن. گفتن پس پول و وضعیت اقتصادی کمکی نمیکنه به خوشبختی. معتاد و طلاق و فلان تو پولدار و بیپول و همه به یک است. گفتم مسئله چیه؟ گفتم بیایید ببینیم چه چیزی مشترک بین اینا و اونا. دیدن اون چیزی که عامل تاثیرگذار رابطه است. یعنی کسانی شادمان‌تر زندگی میکنن که روابط بهتری دارن. حالا اگه شما نگاه مالکیتی باشه، به نظر مثلا میتونی رابطه خوبی داشته باشی؟ من شما میپرسم میتونی؟ نمیتونی دیگه. وقتی شما یه نگاه مالکیتی داری چجوری میتونی دیگران در کنار احساس اسارت میکنن؟ میگه پیامبر یه جوری برخورد میکرد با آدم ها که هر کس پیامبری میدید احساس میکرد که اصلا این بیشتر از همه اون رو دوست داره. اینقدر پیامبر احساس رهایی میداد به دیگران، حس خوب میداد به دیگران. حالا بعضی وقتا ما یه جوری برخورد میکنیم که انگار تحت فشار هم دیگه. میگه بابات اومد، حالا بذار تا بابات بیاد، صدای زنگ در باباته، بوق ماشین باباته، بابات اومد، یعنی آمد میرپزد، آمد. چرا؟ چون نگاه کرد. پس اولین قدم باید به رابطه فکر کنید. باید به این فکر کنید که من رابطه رو باید چجوری شکل بدم. تو این سالها چیزی که چند سال من روانشناس هم مشاورم، من تو این سالها دیدم خیلی وقتا نگاه میکنم میبینم این زن مستقلا خیلی زن خوبیه. به این مردم نگاه میکنم میبینم خداییش این مرد خوبیه. به زندگیشون نگاه میکنم میبینم داغونه. وقتی عمیق میشی توش میبینی اون چیزی که این وسط مریضه یه چیزیه به اسم رابطه. رابطه است که بیماره. شما اگر میخواید نگاهتون از نگاه مالکیتی بیاری به سمت نگاه امانت داری، اولین حرف اینه که باید بتونید رابطه رو تنظیم کنید. رابطه توی رابطه درست بکنید. خب آقای رستمی اینم فهمیدیم حرف خوبی بود. به ساعت نگاه میکنید آقای رستمی. چقدر دیگه وقت داریم؟ نیم ساعت داریم؟ بسیار. اولین حرف اینه که ما باید بتونیم، خب حالا سوال شما میتونه این باشه که ما چه کار باید بکنیم که ارتباطمون یه ارتباط درستی باشه. دقت میکنید بین خورش فسنجون جا افتاده حرف میزنن یعنی چی قشنگ حیف میکنه آقای بسیار میبینید چقدر دقیق. حالا ببینید شما فهمیدی که رابطه هست، حالا سوال بعدی پیش میاد من رابطه رو چجوری درست کنم؟ ایها الناس، اولین کاری که در رابطه باید انجام بدی گوش دادنه. چقدر میتونی گوش بدی؟ چقدر میتونی بشنوی؟ میخوای بفهمی آدم سالمی هستی یا نه؟ چقدر میتونی بشینی همسرت نسبت به خودت، نسبت به خانوادت، نسبت به کس و کارت انتقاد کنه و تو فشارت بالا نره؟ نه اینکه بزرگواری کنی، تحمل کنی نه، اصلا چیزی بهت گیر نکنه، چیزی به جدارت گیر نکنه. راجع به عمه من میگه عوضیه، آره بابا اینجوریه، بابا من میگی واجه نمیدونستم اینجوریه، آره چه جالب. تو چرا میتونی؟ به نسبتی که فشارت میره بالا، رنگت قرمز میشه، عمه منو گفتیم پس عموی خودت چی؟
ببین به این نسبت مریضی، به این نسبت شنیدن بلد نیستی. نه، بذار مثالی ساده تری بزنم. شما میرید پیش دندان پزشک، بگه دهن تو باز کن، باز میکنه، با ابزاری که تو دستشه میزنه به دندون 2 پایینت، هیچی نمیگی، میزنه به 7 بالا، میگه آه نزن دکتر خیلی درد میکنه. این آخی که تو میگی به خاطر ضربه دکتره یا پوسیدگی 7 بالا؟ جواب بده. آری کلا وقتی نشستی و داره بد میگه و تو قاطی میکنی، یعنی پوسیدگی از خودته. لامصب ببین کجاست، جلوشو بگیر. پوسیدگیه که داره اذیتت میکنه، اون حال بد مال خودته. اون رو خوب حرف میزنن آدم، اختیار خودشون هم دارن، تو هم مالکشون نیستی، ولی تو بهت فشار میاد. پس اولین چیزی که باید یاد بگیری اگر میخوای رابطه رو درست کنی، باید بتونی گوش بدی، بدونی که دفاع کنی. ما معمولا عادتمون بر اینه که وقتی یکی حرف میزنه به حرف اون که گوش نمیدیم، داریم تو ذهنمون جوابامون رو آماده میکنیم که اون کی نفس بکشه صداش بند بیاد من جوابو بدم. اونم دوباره داره همین کارو میکنه. اینی که گفتگوها هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. گفتگوهای ما میشه بحث هم نتیجه توش نداره. در بحث هر کس فکر میکنه چجوری نظر خودش رو غالب کنه، چه کار کنه که موفق در بیاد. ولی در گفتگو مبنا بر اینه که من بشنوم. گفتگو یه فراینده، یعنی آدم از گفتگو، از خود گفتگو لذت میبره، از این که من دارم حرف میزنم. در بحث از نتیجه، آره یه حرفش گفتم خودش فهمید، یکی هم جوابی نداشت که بده. حالا فکر میکنن چی کار کردی؟ جوابی نداشت که بده. اگه اینه پس اون چی میشه؟ بذار یه حرفی بزنم. ایوه الناس، همه عالم بشینه تو دلت، خدا میدونه. توی این سالها من دیدم که مردا و زنای آیل کمونیسیان 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال مدرک جمع میکنن، شواهد جمع میکنن، صدا ضبط میکنن، دلیل میارن، شاهد میارن که به همسرشون بگن این مامان تو خیلی عوضیه، این خواهر تو خیلی بیشوره. خب بعد از 20 سال